اینکه چرا بچه‌ها این مدل ها رو انتخاب کردم، به خاطر اینکه نزدیکترن به عطر زنانه. وقتی برنده بچه‌ها، برند خودش باید به صورت مجزا بررسی بشه که ببینیم مثلا این برنده میزان سختیش چقدره. حالا من میام چیکار میکنم بچه‌ها؟ از توی این کیوردها پرسرچ ترین ها رو انتخاب میکنم. دقت بکنید پرسرچ ترین ها دیگه تا اینجا برای من مثلا زیر 50 تا دیگه برای من پرسرچ نیستن که به عنوان کیوردهای اصلی بخوام در نظر بگیرمشون. خب ولی نگاه کنید ما اینجا یه سری کیوردها داریم. مستر کیورد من چیه؟ عطر زنانه است. خب یه عطر زنانه است. حالا میام یه سرچ میکنم، میگم آقا عطر زنانه 167 تا برای من در آورده. خب میام چیکار میکنم؟ یه بررسی میکنم ببینم آقا توی کیورد هام میتونم کیورد ثانویه‌ای پیدا بکنم که عطر زنانه عیناً داخلش باشه یا نه. خب عطر زنانه معروف هست که سرچ خیلی بالایی هم داره. بهترین عطر زنانه هست، خوشبوترین عطر زنانه هست، اوکی؟ خوشبوترین باز با فاصله، گرانترین، بعد اینا هم تا اینجا هست. خرید عطر زنانه، اوکی؟ پس کیورد هایی که نزدیکترن به عطر زنانه رو برمیدارم. میارم اینجا جداشون میکنم. فقط بالای 500 تا X عطر زنانه من اینجا. خب کیوردها رو دقت کنین. عطر زنانه معروف برنده یا نه؟ لیست مقاله است. کانسپتشون مقاله است. اسم عطر مشهور زنانه، لیست 21 تایی بهترین عطر زنانه دنیا، اسامی انواع کلون. اوکی، کانسپتشون مقاله است. کیوردامو کانسپتاشون رو بچه‌ها میام مشخص میکنم. خب قبل از اینکه بخوام تصمیم گیری بکنم که کدوم یکی از کیوردهای از این لیست که بیشترین سرچ رو دارن و مرتبطن با این پرایمری کیورد من، میخوام انتخاب کنم دیگه کدوما کیوردهای ثانویه هم باشن. اینکه چرا بچه‌ها این مدل ها رو انتخاب کردم، به خاطر اینکه نزدیکترن به عطر زنانه. خب چرا ایفوریا رو بر نداشتم با اینکه 5000 تا سرچ داره؟ به خاطر اینکه برنده. خب وقتی برنده بچه‌ها، برند خودش باید به صورت مجزا بررسی بشه که ببینیم اصلا این برنده میزان سختیش چقدره و رقبا رو برم نگاه بکنم، داخلشون بررسی بکنم. و یه پارامتر دیگه هم هست، ممکنه اصلا کارفرمای من چیز نداشته باشه، این برند رو نداشته باشه، موجود نباشه. تعداد برندها خیلی زیاده. دقت کنین اینجا مثلا تا میگم گود گرل هست، نمیدونم کوکو شانل هست، لالیک هست، ایفوریا هست، برندها خیلی زیادن. خب یعنی من اگر فقط عطر ایفوریا رو من بیام اینجا بزنم، شما میبینید چقدر برای من تعداد کیورد میاره فقط برای ایفوریا. بیاد
دقت نگاه چند تا 170 تا کیورد فقط برای ایفوریا در آورده. عطر ایفوریا، قیمت عطر ایفوریا. یعنی قشنگ شما میتونید برای برند ایفوریا یک فاز جدا ببندی. عطر ایفوریا اصل اورجینال. اوکی برای همین من وارد بحث برند نشدم. الان برندهای مختلف رو نیاوردم. خب حالا کانسپت های اینا رو مشخص میکنم. این میانگین سرچه، خب این که خود کیورده، این هم کانسپت. عطر زنانه معروف، مقاله. بهترین عطر زنانه مشخصاً مقاله است دیگه. بله همش مقاله است. مقاله اصلا از خود کیورد مشخصه. بهترین عطر زنانه از نظر آقایان، مقاله. بهترین عطر زنانه با ماندگاری بالا، مقاله. وقتی کلمه بهترین داره میاد یا چگونه داره میاد، چرا، چگونه، بهترین، نمیدونم 10 تا از نمیدونم فلان، اینا همه مقاله است. خوشبوترین عطر زنانه، اینو مطمئن نیستم، بدونم مقاله باشه. معرفی 9 مورد، 10 مورد، 11، اوکی مقاله است دیگه. مقاله. خوشبوترین هم همین، اینم همونه. گرانترین این 4-5 تای اول رو من باز کنم. مقاله. اینی که اینجا بچه ها عطر خوب و گران زنانه، این آرشیو محصوله. این آرشیو محصوله که به نظر من درستم نسبت مقاله باشه. این رفته یک دسته‌بندی درست کرده من عطر زنانه گران. بهترین عطر زنانه 2020 کماکان، اینا مقاله است. مقاله. بهترین تفاوت، جدیدترین عطر زنانه، بلاگ اینا همه مقاله است. خب کانسپت ها رو در بیاریم قشنگ. جدیدترین، جذابترین هم همینطور. خواسته خرید نه دیگه، خرید نه. آرشیو محصول. خرید عطر زنانه اصل. آرشیو محصول. اوکی. خنک‌ترین عطر زنانه، مقاله است مشخصه. چی؟ خوشبوترین عطر زنانه با ماندگاری بالا. ببینم. این هم مقاله است. اوکی. یه همچین حالتی، خب وقتی که شما اکثر کیوردایی که انتخاب کردین که سرچ بالایی داره کانسپتشون مقاله است، خب اینجا میایم چیکار میکنیم؟ میگیم آقا یه سری برندهایی که سرچ بالایی دارن رو هم میایم انتخاب میکنیم. ایفوریا، گودگرل، باکارت روژ، ولی همه این برندها رو نمیایم. منظورم از انتخاب اینه که انتخاب میریم بررسیشون میکنیم ببینیم کدوم یکی از این برندها رو میتونیم اصلا کار بکنیم. ایفوریا رو که دیدیم. خب عطر گودگرل رو من برم نگاه بکنم.
این کیوردهای دیگر رو قبلش ببینم. عطر خنک زنانه. ببینم. مقاله. اوکی. خب